معروف ترین چیزهایی که تصادفی اختراع شدن. یه دانشمندی داشته روی امواج مایکروویو کار میکرده که متوجه میشه شکلاتی که توی جیبش آب شده. بعد این فکر به ذهنش میرسه که خب با امواج مایکروویو یه چیزی بسازم برای پختن غذاها. یه بار یه مشتری عصبانی توی فرانسه به یه سرآشپز میگه که سیب زمینیات خیلی بزرگن. اون آشپز هم لج میکنه و سیب زمینی‌ها رو خیلی خیلی نازک میکنه و در کمال تعجب همه خوششون میاد و اونجا چیپس اختراع میشه. یه گروه دانشمند داشتن روی چسب خیلی قوی کار میکردن، اما از شانسشون یه چسب خیلی ضعیف به دست میارن، اما بیخیالش نمیشن و باهاش این برچسبا رو میسازن. یه روز توی بازارچه محلی یه بستنی فروش ظرفاش تموم میشه. غرفه کناریش یه نفر بوده که وافل میفروخته. اونم میگه حالا که ظرفام تموم شده چیکار کنم؟ میره به غرفه بغلی میگه که میتونی وافلاتو اینجوری بپیچونی به من بدی من توش بستنی بریزم، و این ایده عالی و تصادفی بستنی قیفی رو میسازه.